سلام علیکم دوستان عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز برای شما خواستم درباره ریا کمتر صحبت کنیم و حکایت روزه داشتن شخص نابالغ را برای شما بیان کنم که ریا اصلا از کلمه رؤیت به معنای بینانیدن، یک عمل انسان انجام میدهد به خاطر اینکه دیگرها بینند که همین شخصیت همین کار را کرده ایستاده است. یعنی عملی که انسان آن را میکند خالص برای خدا نیو برای نمایش مردم آن عمل را اجرا می نماید. این عمل را در اسلام ریا گفته می شود. بنابراین سعدی شیرازی در این باره یک حکایت عجیبی را برای ما بیان میکنند و میگویند که شنیدم که نابالغ روزه داشت، به 100 محنت آورد روزی به چاشت. شنیدم میگویند که یک انسانی، یک کودک نابالغ ولی به بلاغت نارسیده روزه داشت و خیلی که یک کودک معده وقتی که روزه دارد، این کودک معده برای هوس می دارد که پدر و مادرش را می بیند که روزه دار هستند، به خاطر تقلیدی همونها، به خاطر پدر و مادرش خرسند شدن روزه می دارم. میگوید که وقتی که همین کودک نابالغ روزه داشت با 100 محنت و مشقت یک نوع کرده همون روزهش تا چاشتگاه رسانید. به کتابشان روز سائق نبرد، بزرگ آمدش طاعت از طفل خورد. پدر و مادرش همون روز و کودک به مکتب نفرستادند، چون که یک عبادتی بزرگ کودک مان اجرا کرده ایستاده است. گفته بسیار خرسند شده پدر و مادر، این خودش یک عبادتی بزرگ است روزه داشتن، با بالای این به مشقتی درسخوانی و مکتب زم کنیم اگر نمی شود. گفته از مکتب باز داشتن، به مکتب نفرستاندن. پدر دیده بوسید و مادر سرش، فشاندند بادام و زر بر سرش. همه خیلی پدر و مادرش خرسند، پدر دیدگانش بوسه کرد، مادر باشد از پیشانی فرزندش بوسه کرد که این فرزند من بسیار یک عملی بزرگ انجام داده ایستاده است، امروز روزه داشت فرزند من، شکرانه کرده از سر فرزندشان بادام و قند و مویزه فاش دادن، چاشیدن. چو بر وی گذر کرد یک نیمه روز، فتاد اندر ذاتش معده سوز. و وقتی که نصف روز گذشت، گوییم روزه داشت و تا چاشتگاه تا وقتی آفتاب برآمدن 1 ساعت 2 ساعت و 3 ساعت وقتی که گرسنه که غلبه کرد، وقتی که نصف روز که آمد دیگر معده ان همون کودک به سوزش در آمد، به درد در آمد، چون که حالی نابالغ از کودکی معده هست. به دل گفت اگر لقمه چند خورم، چی داند پدر غیب یا مادرم. دلش بگذارند که بیا گفت اگر همین خانه به درام و در عدرم پوشم و پرده های محکم کنم و همین چند لقمه طعامی خورم، پدر و مادرم غیب کجا میدونن؟ همه میگویم برآمده من روزه دار گفته میگردم، لیکن در آمده اصلا دل سیر کرده میبرم، پدر و مادرم از غیب با خبر نیستن. فکری کودک بینید که یعنی روزه اش این کودک است، حالا به خاطر پدر و مادرش خرسند شود گفته ایستاده، این روزه داشته ایستاده است. میگوید که من در خانه در آمده روزه خورم، لیکن همچون آدمی روزه دار خودم نمایان کرد، چشم پدر و مادرم گردم، پدرم از غیب از کجا با خبرند. چروی پسر در پدر بود و قوم، نهان خورد و پیدا به سر برد صوم. چون که
روزه داشتن پسر به خاطر پدر و مادرش، به خاطر مردم دیدن بود، به خاطر ریا بود. برای امین در آمده خانه به روزه اش را خورد و تا بیگاه چشم پدر و مادرش به من روزه دار گفته گشت. کی داند چو در بند حق نیستی، اگر بیوزو در نماز ایستی. بنابراین سعدی شیرازی میگویند که اگر انا همین مثل کودک کدام انسانی که نماز میخواند، کدام انسانی که روزه میدارد، کدام انسانی که زکات میدهد، کدام انسانی که حج میکند و کدام انسانی که کدام عملهایی که خیری را که انجام میدهد لیکن به خاطر خدا نی و به خاطر مردم انجام میدهد، وی مقبول درگاه خداوند نمی شود. اگر عملت خالصانه برای خداوند نباشد، سعدی میگویند که کی داند چو در بند حق نیستی، اگر بیوزو در نماز استی. اگر تو کاری میکردگیت حق برای خدا نباشد، برای خالص از برای خدا نباشد، اگر تو صف نماز به آمده ایستاده بی طهارت استی، مردم از کجا میدانند؟ اگر نمازی تو به خاطر مردم باشد، مردم از غیب باخبر نیستند که تو بی طهارت آمده میستی، با طهارت آمده میستی. بنابراین پس این پیر از آن طفل نادانتر است که از بحر مردم به طاعت در است. پس سعدی میگویند که انا همین پیره که نمازش، روزش، عملهای میکردگیش خالص به خاطر خدا نیو برای ریا، برای مردم بینن گفته ایستاده روزه میدارد، برای مردم بینن گفته ایستاده نماز میخواند، پس این پیر از این طفل نادانتر است. چون که وی طفل هست، وی کودک هست، حالی از روزه و نماز بیخبر هست، از فرضیتی روزه، از فرضیتی نماز بیخبر. لیکن به خاطر دید که پدر و مادرش روزه میدارن، اینم تشبیه به همونا کرده ایستاده من روزه میدارم گفت. لیکن انسانی که به بلاغت رسید، عقل دارد، شعور دارد، نماز میخواند و روزه میدارد و نیکی و نماز میخواندگیش، روزه میداشتگیش برای خداوند نی و به خاطر مردم باشد، پس انا همین انسان از این طفلم نادانتر است. در دوام سعدی میگویند که کلیدی دری دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم گذاری دراز. آن نمازی که خالص برای خدا نه و به چشم مردم بینن گفته ایستاده رکعت‌های نماز دراز میخوانی، آن نمازت برای تو کلیدی دری دوزخ میشود. چون که نماز، روزه این خالص باید برای خدا داشته، خالص برای خدا خوانده شود. چون خداوند خودش گفته است که الصوم لی و انا اجزی به. روزه این برای من هست، این برای ریا نیست. روزه داشتن مخصوص به خاطر من هست و ثواب ان همین روزه مخصوص من خودم میدم گفت خداوند. اگر جز به حق میره و جاده ات، در آتش فشانند سجاده ات. سعدی میگویند که بدان که اگر راه قدم میماندگی راه حق نباشد، غیر حق باشد، راه انتخاب کردگی برای خدا نباشد، برای مردم نباشد، در آتش فشانند سجاده ات. پگاه فردا روز قیامت همراه خودت انا همون سجاده ات، انا همون جای نمازت را هم در دوزخ می اندازند که همراه جای نمازت در دوزخ می سوزی. خدا پناه دهد از این خیل عمل. دوستان عزیز، خداوند کند که هر یکی عملهای ما، هر یکی که ما وقتی که روزه می داریم، نماز می خوانیم، خالص برای خدا کرده باشیم.
در این ماه مبارک رمضان روزه داشته امان را، نمازهای خوانده امان را الله تبارک و تعالی به درگاه نازنینش قبول فرماید. به حرمت این ماه شریف، به حرمت این ماه بزرگ، به حرمت این ماه نزول قرآن، این بلا و آفت و ویروس های وباهایی که در این ملت ما خداوند فرستاد، به سبب همین ماه بزرگش از سر ما مردم تاجیکستان و از سر تمام مسلمان های روی دنیا دور بگرداند. تا سبت های آینده در پناه خدا باشید دوستان عزیز.